اما برای ما مسلمان ها مسجد در 16 سلات نیده پسکایید مسجد ها باید تا 16 سال مسجد نروند. پیشتر این سخن در کیناهای می نوشتن همون کامونیست ها خیریت از این دموکرات ها خوبتر بودن. در فیلم های می نوشتن که بد اخلاقانه بود کودکی تا 16 سال ندراید. اگه امروز اینه در پیشتاق مسجد ها می نوشتن در 16 سلات نیده پسکایید تا 16 سال باید مسجد نرود. تا 16 ساله که مسجد نرفت، بعد 16 ساله مکتب عالی میرود، تا 25 ساله مسجد نرفت، بعد کی مسجد میرود؟ و این فقط مسجد جنازه برند. مسجد برای خاطر جنازه است، برای تابوتی پلیدی اوست که یک بار در زندگیشو در جوانی سرش در پیشگاه خدا سجده نکرده بود، اکنون جسدی بیجانی او که پلید است هوایی برای مسجد برای هوایی است. عقل میگوید بیا تو طاعتی جبار کن، نفس میگوید که هی هی ترک این گفتار کن. این دانست و باور داشت و ایمان داشت که بعد از مرگ زنده شدن است، در محکمه سودی خدا نشسته جواب دادن است. این باور داشت. به خاطر ان همان روز و نهى النفس عن الهوى، نفس خودش از پیروی هوا و شهوات کنترل کرد، نگاه داشت. این نفس خودش نگذاشت از قفای هوا و شهوت رود، نگذاشت. نفسش میخواهد زنا اما نگذاشت زنا کند. نفسش میخواهد توی کمسمالی کند، بعضی خواهرای ما بارین 1 ساعت 2 ساعت خرسندی دارد، بعضی پدر و مادرای بدبخت بارین، اما نگذاشت که از قفای نفس رود. این گناه نکرد، خواهشات نفس اجرا نکرد، برای که خدا این حرام کرده است. ولی بعضی فاسقان تو میگویند، این ملاها بدبخش هم میگویند که جنت دوزخ رفته دید آمده. حالی میبینی انشاءالله